مجدد دوستای عزیز بازم برگشتیم در این برنامه، در این بخش برنامه که از بانوان فعال در کنار ما است. خانم فرشته کوهستانی نماینده بانوان کاپیسا با ما هستند. بیشتر از خانم کوهستانی باز هم سوال نمی داشته باشیم که بانوان کوهستان چه کارایی کردین. از خانم کوهستانی میپرسیم که کارهای عید چگونه سپری کردن، کارهای عید و روزهای عیدشان چگونه سپری میشه و چطور میتونن هم یک خانم فعال در بیرون باشن، هم یک خانم فعال در خانواده باشن. خانم کوهستانی سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدین. عیدتان تبریک، لباسای نوتان تبریک. سلامت، صبح زیبای شما هم بخیر و عید سعید فطر برای شما و از طریق تلویزیون شما بر تمام هموطنان عزیز خود تبریک گفتن. سلامت و زنده باشین. لباس های شما هم تبریک باشه و امید از اینکه روزهای عید بخیر گذاشته باشین. تشکر شما. میشه بانو کوهستانی بگوین که دو روز عید چگونه سپری کردی؟ واقعا روزای خیلی خوب بود، روز عالی بود، چون ماه مبارک رمضان واقعا یک ماه پرفیض و پربرکت است. یعنی اگر ماه مبارک هم ختم میشه، یعنی بعد از این امید به داریم که عید است و خیلی هم ماه مبارک رمضان به خوبی سپری شد و روزای عید هم که دو روزی گذشته و امروز هم روز سوم است که انشالله بدون کدام واقع الهی انشالله بخیر خانم کوهستانی میشه بگوین که در کارهای خانه بیشتر کدام کار خیلی دوست دارین و کدامش زیاد بعدتان میاد و انجام نمیدین؟ سوال بسیار جالب. خوشبختانه بگیم یا بدبختانه که کار زیاد ندارم. یعنی درست از یک مادر هستم اما به کار خانه علاقه‌مندی ندارم. خب معمولا خانمایی که در بیرون کار میکنن به کار خانه علاقه ندارن. شما گفتین که طفل هم دارین؟ بله ما ازدواج کردیم. ثمره ازدواج ما یک پسر است، مصطفی جان که 11 سال عمر داره. خانم کوهستانی میشه بگوین که عیدهایتان متفاوت از او عیدهایی است که شما در رأس قرار نداشتین یا در کنار بانوان نبودین؟ چی فرق از او عیدها تا به حال شما میبینید؟ سلامت بخیر باشین. خب عیدهای گذشته بیرون از افغانستان بودم، چون فامیل در کنار من نبود، در کنار هموطنان خود نبودم. واقعا یعنی بیرون از افغانستان آدم احساس بیگانگی میکنه. هر چقدر که زندگی مفصل هم داشته باشی باز هم یک احساس بیگانگی بر تو میده، چون عید است طبعا بر فامیل خویش قوم و تمام اقارب نزدیک و یا هم دوست آشنا آدم ضرورت داره باید در کنارشون باشه. اما خوشبختانه در حدود 3 سال میشه که در افغانستان هستم و عید در کنار فامیل و در کنار هموطنان خود تجلیل میکنم. واقعا عید خوبی خوشی داشتیم و امیدوار هستم که اگر زندگی بود عیدهای بعدی را در کنار مردم افغانستان با هم دیگر پذیری بدون تعصبات که در بین هستم ما بتونیم یک عید خوب و خوش سپری کنیم. بسیار خوب. میشه بانو کوهستانی بگن که بیشتر روزای عید در کجا می باشین؟ کابل و یا هم در بین خانم های کاپیسا؟ سلامت. روز اول عید طبعا در کنار فامیل هستیم. بعد از نماز عید طبعا خواهر برادر همگی به خانه پدر می باشیم. بعد از او باز شاید که روز اول چون از ما قانون فامیل میرخم است که باید طرف کاپیسا بریم، چون کاکای ما در کاپیسا هستن. یک روز اونجا هستیم و روزهای بعدی و کابل باشیم چون دوستا و فامیلا همگی رفت آمد میکنن. اما یک روز مشخص همراه خانم ها می باشیم چون باید این رسم خواهرخواندگی است که باید در کنار دوستا و اقارب باشیم. بله و رفت آمد باید باشیم. از خواهرخوانده گفتین، میشه بگین که خواهرخوانده نزدیکتان در زندگی کی است؟ واقعا کسی که زیادتر دوستش دارم ما خواهرخوانده خیلی ها نزدیکم هست. آمنه جان نام دارن که در حدود صنف 6 بودیم ما با هم دوست بودیم با تیم بسکتبال و بالاخره ما بزرگ و بزرگتر شدیم. اینا هم ازدواج کردن و ما هم ازدواج کردم و در حدود چندین سال 15-16 سال ما از هم دور بودیم و تصادفی ما و آمنه جان که خیلی ها دوستشان دارم ما در دیلی باز دوباره دیدار کردیم بعد از چندین سال بعد و ما یگانه دوست نزدیکم خواهرم هست و بعد از خواهرم خواهر خوردم. بعد از اونا باز آمنه جان هست که واقعا همیشه قدر راحت امرای از اونا میتونم درد دل کنم، نمیتونم امرای مادر جان قدر راحت. بله. میشه بگوین که فرق بین عید در کابل و در کاپیسا در چی میبینین شما؟ در کابل مردم بی‌مهر و محبت هستند اما در قسمت‌های شمال بخصوص در بخش مردم کاپیسا یعنی واقعا خیلی ها مردم میهمان نواز هستند. یعنی وقتی که در ولایت کاپیسا ما باشم احساس از این میکنم که عید است،
در افغانستان رفت آمدها کم هستن، مردم بیمیر محبت هستن، خدر صمیمیتی که سابق بود و فعلا نمانده. همین سمت شمال و خصوص در قسمت کاپیسا خیلی برای من خوشایند هستن. یعنی احساس میکنی با اون لباس های نوی که اینا میپوشن، با رفت آمدی که اینا میکنن، با جمع جوشی که دارن، یک میله هست به نام فکر میکنم تخم جنگی میگن، همون یک عنعنات هست و طفلا و بسیار خوشحالی در بیرون هستن و رفت آمد هستن. واقعا خیلی خوشایند هستن. یعنی کاپیسا را شما بیشتر ترجیح میدین نسبت به کابل؟ کاپیسا را زیادتر ترجیح میدیم چون واقعا جایی است که خوشایند است برای تجلیل از خب هرچی نباشه ولایت از دیگه وطن شما زادگاهتان است. دقیقاً همه جای یک خوشی و یک بوی خود داره. خانم کوهستانی میشه بگوین که در ولایت کاپیسا کدام چیزها بیشتر رواج است؟ مثلا در کابل از میوه خشک و کلچه و این چیزها است. هر ولایت یک سبک خاص خود داره. رسم رواج مختلف. و ولایت کاپیسا چگونه است؟ از لحاظ میوه خشک دقیقاً از لحاظ رسم رواج آماده کردن بعض میوه ها و اینا. خب طبعا همی چیزی که در کابل هست در اونجا هست. اگر کسی با مبل فرنیج بود اونا میتونن روی میز بچینن، اگر نبود اونا به شکل دسترخوان عوار میکنن با تمام میوه و هر چیزی که هست اونا اضافه میکنن. یعنی این تو مشخصا میوه خاص نیست که مثلا مربوط ولایت کاپیسا شود که سر میوه سر دسترخوان ایدی یا سر میز باشن، همیشان یک چیز هستن. واقعا ولایت کاپیسا ما هم یکی از ولایت هایی است که باستانی است و خیلی مردمش اونجا با فرهنگ هستن و مردم هستن که همیشه به می رسم رواج ها زیادتر اهمیت میدن. خانم میشه شما بگین که از می کلچه ها و از می رسم رواج ها کدامش شما میتونین آماده کنید؟ اگر چی گفتین هم کارخانه بلد نیست. بدبخت هیچ کدامشه. یعنی دلیلش چی است؟ چرا؟ چون من از خودی خیلی تنبل بودم، به کار خانه علاقه‌مندی نداشتم. همیشه در فکر از این بودم که باید درس بخوانم، ورزش کنم. یعنی متفاوت از دیگر دختر خانم‌ها و کسایی که بودن من متفاوت‌تر بودم و تا فعلا هم که هستم. یعنی احساس خودم میکنم که از دیگر دختر خانم‌ها بودم. اصلا عروسی که خانم با مشکلات روبرو نشدی؟ طبعا چند بار دیگ سوخت. خب به این منوال گذشت، اما کار یاد دارم در چپوت زیادتر نیست. خب یعنی مادر جان میتونه همچون دیگه مواد. یعنی چراغ خانه نیستی؟ نه اگر در خانه تنها باشم میگوشم چراغ بیرون هستن اما باش بس خانه. یعنی در غذا هیچ چیزا یاد ندارین یا چیز را یاد دارین؟ اگر تو چی است؟ نه ما خب غذاهای مشهور افغانستان مثلا یگانه چیزی که من یاد دارم شاید که برادرم از طریق تلویزیون ببینن که آماده کردن قرمه مرغ است او به شکل هندی چون اینجا زندگی کردیم. خوب است دیگه. بله بیشتر کسایی را که پرسان میکنیم چی را یاد دارین میگن تخم یا چپس، اما شما خب چی را یاد دارین دیگه؟ یعنی در کار یعنی تمام کارا رو بلدیت دارم اما علاقه‌مندی برای آشپزی. انشالله که خانم کوهستانی مهمان در خواهد شدیم برنامه را که شما یاد دارین تمام برنامه پخته کنین. گیم داریم خانم میشه کیره هم بازی بکنیم انشالله در لابلای از این صحبت‌های هم خواد می‌داشته باشیم از دوران نوزادیتان. 5 رنگ روشن. این خیلی ساده نیست به نظرتان؟ رنگای خودم خوش دارم و دیگه سیاه، پسته‌ای، سفید و رنگی که در جانم هست لال پیزی. اما یک چیز هست و دیگر رنگ زرد و سیاه خیلی علاقه. این تمام رنگایتان درست روشن، اما لال پیزی تان هم فکر نکن روشن باشه، سیاه تان هم روشن نیست. اما این رنگ روشن نیست. یک کمک بچری ما خانم دارم. یعنی شما بیشتر با رنگ راحت تر است. اینا رنگ روشن نیست البته که خانم کوهستانی رنگ دلخواه خودشان گفتن. 5 میوه ایدری نام بعد در 5 ثانیه. طبعا پستا، بادام، کشمش، نخود، سیمیان،
خب 5 ثانیه گذشت. 5 ثانیه گذشت به نظرم ای 10 4-5 ثانیه گذشت. خب خانم نتونست که درست ایده جواب بازی بده. بکنن. به همین خاطر شما کم جریمه بازی. هستین، باید بر ما ایده بده. حتما چرا آها ما میبینیم. خانم خورشید تا ایدی نگیره هیچ مهمان اجازه آه، نمیده که نه، از ما استودیو امکان برن. استودیو برن. اگر میفهمیم خانم خوشیدی میگیره باید نه مصطفی جان پسر خودم روی خود میاردین مشکل نیست، در برنامه بعد خیلی اونا را انشالله. بیارین باز قرض ما برای اونا ایده میدیم. آها حتما چرانی. خب خانم کوهستانی، من قبلا هم گفتم از دوران نامزدیتان در ما قصه آها. بکنین. اید هم داشتین در نامزدی یا خیر؟ نه خیلی من بسیار کم نامزد بود، در حدود 2-3 ماه نامزد بودم. خب بعد دوباره خیر من بدل ماندین همه قسم. خب اگر بگیم من خیلی ها یعنی در سن نوجوانی ازدواج کردم، یعنی واقعا کسی بودم که به ازدواج اصلا فکر نمی‌کردم، چون همیشه اما چیزی که زیادتر علاقه داشتم، رشته علاقه که داشتم والیبال و بسکتبال بود. یعنی ما اولی کسایی بودیم که در افغانستان والیبال و بسکتبال می‌کردیم. وقتی که نامزد شدم زودتر ازدواج کردم و یعنی در و قدر وقت نداشتیم، یعنی به اندازه‌ای که باید نامزد می بودیم ازدواج کردم من. بسیار خوب. خانم گفتین که ورزشکار هم بودین. در رشته فعلا هم بازی میکنین یا نه خیلی فعلا خب ببینید که وزن خیلی ها زیاد شده و علاقمندی خیلی زیاد دارم برای فوتبال، والیبال و بسکتبال بسیار خوب هستم، در کالج والیبال هم. آها میشه بگوین در مورد لباس که خب وقتی که عید میشه دختر خانم ها بیشتر لباس آماده میکنن و خانم ها بیشتر از 2 جوره و 3 جوره. شما چند جوره در عید لباس آماده کردین؟ خوشبختانه من پیشترم براتون گفتم من خیلی ها متفاوت از دیگرها هستم. گاهی هم در عید لباس درست نمیکنم و ایده قسم برای خود تعبیر میکنم که درست است عید است باید لباس نو بپوشیم. من اینجا فقط یک احساسی که خودم در قلب خود دارم نسبت به کسایی که فقیر هستن، یعنی اونها هیچ وقت لباس نو نمیپوشن. من شخصا خودم لازم نمیبینم که لباس نو بپوشم، چون زمان لباس نو میپوشم که تمام هموطنان ما خوش آرام باشن. عید ما امروز دوید خواهد شد که حداقل یک فقیر بیچاره هم بتونه با لباس نو ظاهر شود. شخصا من خودم میره رد میکنم لباس پوشیدن نو. خب اگر از نگاه اسلام ما نمیخوایم اسلامی بحث کنیم، میگن بزرگان میگن حرام است، خب ما این رو کنار میگذاریم. اما شخصا خودم خوش ندارم لباس بپوشم باز قدر مفصلی که 3 جوره و 4 جوره اصلا. حتی در عروسی از برادرها بودم از 1 جور لباس زیادتر نپوشیدم. شما زنده سلامت باشین خانم کوهستانی. سوالای ما بیشتر است، وقتتان بیشتر نمیگیریم چون روز عید است و شاید مهمان داشته باشین در خانه یا شاید شما تصمیم داشته باشین بجای برین. سپاس از اینکه آمدید. سلامت بخیر باشین. با امید از اینکه روز عید شما هم بخیر سپری کنین. بازم عید سعید فطر برای تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم با امید همدیگر پذیری و متعهد. زنده باشین. سلامت. دوستان عزیز شما هم سپاسگزار هستیم ما را همراهی کردین. باز هم در ادامه برنامه با همکارانم باشین.